سلام و درود به همه دوستان و همراهان نازنینم. خوش اومدید به کانال خودتون. خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم. میخواییم بریم از کارت ها بپرسیم درباره شخص مورد نظر و انرژی های اطرافش. با چه چیزایی سرگرمه، دغدغه های ذهنش چی هستش، با چه چیزایی داره دست و پنجه نرم میکنه. شاید چیزایی رو بدونیم، شاید چیزایی رو از زندگیش نمیدونیم. امروز از این کارت ها با هم بپرسیم در مورد هر آن چیزی که به شخص مورد نظر ما مربوط میشه و اینکه با چه چیزایی سرگرم، انرژیاش چی هستش. بریم با نام و یاد خداوند شروع کنیم. قبل از اون خوشحال میشم که اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی اول سابسکرایب کن، زنگولش هم بزن که بهت خبر بده و بعد هم لایک کن، کامنت بذار تا انرژی خوبه توی فالت جریان داشته باشه. انرژی خانیمون زمان نداره. هر موقعی که داری این ویدیو رو میبینی مطمئن باش که امروز الان توی این ساعت و دقیقه بایستی که آگاه میشدی. کافیه که نفس عمیق بکشید و به شخص مورد نظر فکر کنید، اسمش رو تکرار کنید تا بریم ببینیم که انرژی هاش چیاست، چی کار داره میکنه، توی زندگیش چه چیزایی اولویت داره، با چه چیزایی سرگرمه و هر چیزی که میدونیم و نمیدونیم در حال حاضر از زندگی شخص مورد نظر. خب اینجور که معلومه یه سری چیزا برای این آدم کاملا از دید شما پنهان هستش. شاید مسائلی توی زندگیش وجود داره که شما ازش خبر ندارید و حتی میتونم بگم دارید قضاوتش میکنید. پشیمونی هایی داره، بچگی هایی کرده یا شاید اصلا برخلاف اون چیزی که داره نشون میده اصلا آدم بالغی هم نباشه، یعنی توی یه جلد آدم بالغ خودش رو داره نشون میده. ترس های زیاد، نگرانی هایی که داره از آینده، از دوری، از دور شدن ها، ترس ها و نگرانی هایی رو داره. کابوس هایی رو میبینه، شاید برمیگرده به گذشته، به تنهاییاش، به یک دورانی که توی سختی زیاد بوده، توی مشکلات خیلی عمیقی فرو رفته بوده. در حال حاضر این شخصیت میتونم بگم که کاملا وضعیت روحیش رو خیلی اساسی داره قایم میکنه. یا با هم تو ارتباط هستید یا نیستید، خب ولی کاملا داره میگه این آدم رازهای درونی داره که فقط مختص خودشه. از اعماق وجودش داره میگه، از اون ته قلبش، ته فکرش که پر از ترس،
پر از بدبینی، پر از چالش، مدام جنگ، بحث‌های اعصاب خورد کنی که خودشو خسته میکنه و رازی که مثل یک ترس براش هست که اگر باز بشه، اگر ماهیت درونی من باز بشه و مشخص بشه من چه شخصیتی دارم، حتی میتونه باشه، یا شاید چیزهایی که تجربه کرده توی گذشته، توی کودکی حتی، چون به دوردست ها اشاره میکنه، باعث میشه خیلی وقت خواب ببینه. شاید الان زندگیش تو روتین خیلی خوبی باشه ها ظاهر، ولی یه چیزایی که تو گذشته طی کرده رو مثل یه کابوس باش همراه هستش. نرسیدنها، نشدنها، نتونستنها براش خیلی ترسناکه و آدمیه که خیلی تو لاک خودش میره. شاید حتی به نظر برسه که شخصیتی هستش که تنهایی رو دوست داره یا شخصیتی هستش که درونگرا هستش، ولی جالبیش اینجاست که این آدم اصلا از تنهایی ها هم میترسه، از اینکه یه روزی تنها بشه، از اینکه یه روزی کسی کنارش نباشه، از اینکه کسی دوستش نداشته باشه، ترس خیلی زیادی داره و یه اضطراب شدید داره. حتی میتونیم بگیم شاید افسرده باشه اگر نمیتونه اون ارتباط رو بگیره. مشکلات روحی، اینطوری بگم، که کاملا استتار شده است، درون خودشه و باید حل بشه. یه جاهایی این آدم بی احساس برخورد میکنه، یه جاهایی ناامید برخورد میکنه، یه جاهایی ننه من غریبم بازی در میاره. خلأهای درونی زیادی داره، فکرهای منفی زیادی داره، میخواد یه جورایی رها کنه خودشو، ول کنه، بیخیال بشه، ولی نمیتونه. میخواد فرار کنه، پشت بکنه به سختی ها، ولی نمیتونه. مدام باهاش هست، مثل یه سایه دنبالش هست. اگه از این آدم بیوفایی میبینی، اگه از این آدم سردی میبینی، از این آدم دوگانگی میبینی، شاید حتی از این شاخه به اون شاخه پریدن ها وجود داشته باشه، نیست که اینطور نیست که بخوام بگم دوست نداره. خلأش زیاده، کمبودش زیاده، نمیتونه بگه، به خاطر همینه. خب درونن یه غم بزرگی وجود داره، خودخوری‌هاش زیاده. شاید در حال حاضر توی یه بحران بزرگی هم داره دست و پنجه نرم میکنه باهاش. یه کاری، پروژه‌ای، چیزی که خیلی بزرگ باشه از پسش بر نیاد انجام بده و داره دیوونه میشه. یا مثلا یه همکاری با یه جایی داره انجام میده، کاری رو میکنه، شراکتی رو داره که داره خنجر میخوره و یه بحران خیلی بزرگ هستش براش. دنباله اینه که یه راهی پیدا کنه که از این مشکله بیاد بیرون، بحثای اعصاب خورد کنی دور برش وجود داشته باشه. ولی هر چقدر که ازت دور باشه، هر چقدر که ازت فاصله بگیره، هر چقدر که حرف نزنه، این آدم دلتنگت هست، این آدم گاهی اوقات نگرانت میشه، ترس از دست دادنت رو داره، ترس این که نکنه کسی جای من رو بگیره داره، با اینکه خودش آدمیه که نشون میده شاید حتی شخصیتی باشه که میگه من ترک کنم، من برم، کسی منو ول نکنه، این من باشم که ول میکنم. یه شخصیت این چنینی میتونه داشته باشه. ولی کاملا به فکر تغییر بزرگ هستش، به فکر تموم کردن تمام اون چیزهایی که ترسناکه، تمام اون چیزهایی که ذهنش رو درگیر میکنه. تغییر توی احساس، تغییر توی روابط عاشقانه. دیدگاهش داره عوض میشه،
میخواد خودش تصمیم بگیره که چی کار باید بکنه چی کار نکنه. اون ترسا رو بریزه کنار. ببین دقیقاً داره میگه که این شخصیت داره به یه چیزی پایان میده و گرگ شخصیتی داره که میتونه زندگی رو رهبری کنه، خودش تصمیم بگیره که میخواد چی کار کنه و حواسش هم هست، میدونه کجا رو بایستی دقت کنه، کجا رو، یعنی آدم آب دیده، به فکر این هستش که از اینا استفاده کنه، از اون چیزی که داره میبینه استفاده بکنه، حواسش جمع باشه که بدونه چطوری بایستی از اینا بیاد بیرون، چطوری نجات پیدا بکنه از سردرگمی ها و یه گذشته ای رو بخواد پاک بکنه در واقع. یعنی انگار دیدش باز شده، فهمیده که من چه قدرتی دارم، من میتونم گذشته رو پاک کنم. منفی بافی ها، خیانت ها، آشوب ها، نشدن ها، درگیری هایی که شده، خنجر خوردم، زدم، حرفی زدم، ترسی داشتم، الان میخوام اینا رو بریزم دور، برای زندگیم تصمیماتی رو بگیرم. یه جایی که با خلأ عاطفی شاید باعث شدم که صدمه بهت بزنم، باعث شدم که تو زندگی، نه به شما، به هر کسی بخواد صدمه بزنه، خیانتی رو بکنه، الان انگار چشش باز شده و متوجه شده که نه اینطوری هم نیست. خودش ناراحته، خودش پشیمونه، خودش از این افکار، از این شرایطی که به وجود آورده کاملا پشیمون هستش و ناراحته. ببین این آدم زخم‌های روحی زیادی داره، در حال حاضر خیلی گرفتاره، خیلی، و کاملا هم داره پنهان میکنه این مسئله رو. دور و برش خیانت زیاد بوده، آدمایی که پنهان کاری کردن و بهش زخم زدن باعث شدن که این آدم توی رابطه هاش، توی زندگیش، ببین این عشق دریافت نکرده توی گذشته، به خاطر همین خلأ داره، به خاطر همین نمیتونه عاشق باشه. خب ولی الان داره میگه که خیلی زیرابی هم رفته، خیلی بچگی هم کرده، ولی پشیمونه نسبت به آسیب هایی که از گذشته دیده، توی روابطش، توی احساساتش، اتفاقاتی که الان شده بدبینی، الان شده دغدغه، شده ناامیدی، پشیمونه از اینکه چقدر من بچم، چقدر من همه چی رو بی تفاوت از کنارش گذشتم، چقدر سریع حرکتی رو انجام دادم، چقدر فرصت‌های عاشقانه رو از دست دادم یا نتونستم ازش استفاده بکنم. و این برمیگرده تماماً به اون آسیب‌های روحی که دیده و احساس میکنه که آدما بهش آسیب زدن، آدما باعث شدن احساساتش کم بشه، آدما با نیرنگاشون، آدما با دروغاشون باعث شدن که اینم اونو یاد بگیره، اینم زیرابی رفتن رو یاد بگیره، اینم حیله‌گری رو یاد بگیره. حتی بعضیا افکارشون رو به این آدم تحمیل کردن. شاید میگم نشون نده ها، مثلا خیلی آدم بالغ نشون بده، ولی داره میگه که به من یه چیزهایی تحمیل شده، شاید تو بچگی تحمیل شده یا شاید به عنوان فرزند خانواده به این شخص باورهایی تحمیل شده که همیشه بدبین باشه نسبت به آدما، همیشه احساس کنه که قطعا یکی داره زیرابی میره، یکی میخواد از من سوء استفاده کنه، یکی میخواد دزدی کنه. دیدگاهش نسبت به آدما اینه، دیدگاهش نسبت به عشق اینه که همیشه بایستی حواسم باشه چارچنگولی که این میخواد از من ببره، این میخواد از من ببره، این میخواد به من خیانت کنه. چرا؟ چون این بهش القا شده، این باور بهش تحمیل شده. خیلی هم آسیب دیده، خیلی خیلی زیاد از این مسئله آسیب دیده، ولی تا جایی که امکان داره این مسئله رو کتمان میکنه، میپوشونه، نمیگه.
زیرابی هم رفته، الانم پشیمونه. گذشته ای هم داشته، پنهانه. آدمایی بودن، خیانت کردن، آسیب زدن، دل سردش کردن. به خاطر همین بدبینم هست. گاهی اوقات یک عشقی که واقعی باشه یه دفعه سر راهش قرار گرفته داره میگه من به خاطر بدبینیام، من به خاطر گذشته، شاید به خاطر همینایی که بهم تحمیل شد، همین افکاری که بقیه بهم گفتن، همینایی که آسیب‌هایی که نزدیکام دیدم، باعث شد که من ذهنم فقط توی اون محدوده حرکت کنه. چشم انداز درستی نداشته باشم، افکار منفی داشته باشم، آسیب بزنم. الان پشیمونم. اگر رفته به دنبال یک گشایش و یک برگشت هست، اگر خراب کرده، عشقی رو به پوچی حرکت کرده، خیلی داره بالا پایین میکنه که کی مقصر بود، چه چیزی مقصر بود. یا حتی اگر توی رابطه هستید ولی فقط مجبوری دارید تحمل میکنید، نارضایتی هست، به دنبال اینه که یک در گشایشی باز بشه. هر چیزی توی زندگیش بلا تکلیفه، میگه من میخوام تغییر بدم. احساسم اینه که شاید نگرانی ها، ناامیدی هایی که داشتم، تلاش هایی که نکردم، احساس کردم که بی نتیجه است. تلاش نکردم چون فکر کردم بی نتیجه است. تلاش های بی نتیجه رو چون داره نشون میده. ولی به فکر این هستم که دیگه تا کی میخوام توی این وسط گیر کنم، تا کی میخوام بمونم توی این وضعیت که شرایط زندگیم رو، شرایط کارم رو، شرایط خانوادم رو، شرایط احساسم رو توی یک حالت سختی بذارم. من باید بالاخره بزرگ شم، باید مسئولیت یه سری چیزها رو به گردن بگیرم یا نه تا ابدالدهر قراره که بلا تکلیف بمونم. توی این وضعیت سنجش همچنان گیر کرده و هی داره بالا پایین میکنه. به دنبال یک تعادل هست ولی از طرفی هم ناامید به نظر میرسه. ببین این آدم دوگانگی درونی زیاد داره و اینکه نمیتونه نسبت به مسئولیت هایی که توی خانواده داره، نسبت به مسئولیت هایی که احساسیه، نسبت به مسئولیت هایی که توی کارش هست و نسبت به اون کودک درونش که چیزهایی رو میخواد که نتونسته بوده داشته باشه، خلأ داره، رو حواس نمیتونه تعادل برقرار کنه. آدمیه که از اینجا رونده از اونجا مونده است تو درون خودش. شاید خیلی تو ظاهر کسی هستش که خیلی عزم راسخی داره، موفق، قدرت داره، به نظر با اراده میاد، به نظر تلاشکار میاد که به دست بیاره. هر چیزی که به دست میاره رو کم میبینه، میگه نه من باید بیشتر به دست بیارم. مسئولیت پذیره، حتی سفر میره، نمیدونم این کارو میکنه اون کارو میکنه. یه آدم کامل به نظر میرسه، یه پکیج خیلی شیک و باحالیه که به نظر میرسه همه چی رو تعادله، ولی نیست، به هیچ عنوان نیست. و این آدم داره میگه من تا به امروز هر کاری کردم فقط ظاهر بوده، درونن بی نتیجه بوده، درونن نارضایتی بوده، درونن مجبورم این زندگی رو تحمل کنم، مجبورم این مدل ها رو تحمل کنم، این رابطه ها رو تحمل کنم، مجبورم که مثلا فلان کار رو بکنم. خیلی جاها حتی داره میگه که دیگه قفل شده فکرم، نمیتونم تصمیم بگیرم که میخوام چی کار کنم. اینقدر که خیلی جاها برای این که بخوام مثلا آدم محکمی باشم، مسئولیت پذیری باشم، از خیلی چیزای درونی خودم گذشتم، از خیلی از احساساتم گذشتم، از خیلی چیزام گذشتم. مثلا یک خانومیه که داره میگه من به خاطر خانوادم از همه چیم گذشتم، خودم رو ندیدم، وقف خانواده.
یه بچه‌ایه که به خاطر اینکه بتونه پدر و مادر رو راضی بکنه از خودش گذشته، از همه چی گذشته، مسئولیت اینا رو به عهده گرفته، ترجیح داده که اینا رو راضی نگه داره. یه مردیه که مثلا میگه برای اینکه بتونم اینو راضی نگه دارم، اوکی اشکال نداره، من هیچ مهم نیست، بذار اینا راضی باشن ازم. و اون درون خودش بچگی نکرده، درون خودش احساسات رو تجربه نکرده، نتونسته ارائه بده و الان همچنان نابالغه. الان توی زندگی، توی ارتباطات، توی عشق میخواد قدرتمند باشه، میخواد یه چیزایی رو تموم کنه، تغییر ایجاد بکنه، میخواد از این وضعیت بیاد بیرون، رها بشه، ولی هنوز اون بلوغه شکل نگرفته. هنوز مثل بچه هاست، هنوز نمیتونه درست تصمیم بگیره، هنوز اون ترسه رو داره. و به خاطر اینم پشیمونه، خیلی ناراحته، خیلی خیلی زیاد. بسیار آدمیه که سیاستمداره و روی قضیه رو خوشگل نشون میده. شاید یه هنر خاصی هم میتونه داشته باشه، یا در کنار کار یک هنری رو هم داره پیش میبره، دوتا رو با هم دیگه داره پیش میبره. بین دوتا گزینه گیره. اگر این شخص پارتنر احساسیت یه ذره داره اینجوری میزنه، بدون بین دوتا گیره و احساس میکنه که حالا من میتونم این دوتا رو هم پیش ببرم تا ببینیم چی پیش میاد. پشیمونی‌های زیادی تو زندگیش داره. آدمیه که مرغ همسایه براش قازه. شاید ماشین باز باشه، خیلی علاقه خاصی به ماشین داره، یا هی تبدیل کردن ماشین به یه ماشین بهتر، ماشین اینطوری میتونه باشه. اهل سفر رفتن های زیاد هستش، پوز دادن و زحمت زیاد کشید. اینو بگم، هر چی که هست الان یا کشیده یا داره به این فکر میکنه که باید زحمت بکشم، باید یه راه طولانی، یه زحمت زیاد رو بخوام بکشم، یه مسئولیت خیلی بزرگ رو باید به عهده بگیرم تا بتونم به اون نقطه‌ای که باید برسم، یه ترقی، یه پیشرفت، یه چیزی که چشمگیر باشه. شدیداً به فکر ارتقا هستش، شدیداً به فکر این هستش که یک پیشرفتی رو تو مجموعه کاریش داشته باشه، یا اگر توی یک مجموعه کاری کار میکنه. ببین این شخص میتونه شخصیتی باشه که مثلا یه جای شلوغ کار میکنه، یا مدیریت یه بخشی رو میتونه داشته باشه، مسئولیت یک جایی رو داشته باشه که یه مقدار به فکر این هستش که یا حتی میخواد به اونجا برسه، یعنی به یه نقطه‌ای برسه که یه ذره بارش سنگین تر بشه ولی اون مدیریت رو به دست بیاره، اون ارتقا رو داشته باشه. خیلی دودل هستش، خیلی خیلی دودل داره، این شخص رو نشون میده. شک و تردید خیلی زیاده تو دلش، به خاطر همین هم هستش که نمیتونه درست تصمیم بگیره و کلا شخصیتیه که کارای اشتباه زیادی کرده که الان پشیمونه، چه در راستای روابط، چه در راستای خانواده، چه در راستای کار، مسئولیت ها یا هر چیزی. قولایی رو داده که میگه اشتباه کردم، رفتارهایی کرده که اشتباه کردم. یه گره‌ای هم توی کارش واسش وجود داره و اگر از نظر مالی توی بن‌بست باشه یا توی یه شرایطی باشه که نیاز به یک موقعیت مالی داره، احتمال اینکه به یه گزینه کاری دیگه هم فکر کنه هست، یعنی 2 منبع درآمد بخواد داشته باشه، و یا اینکه مثلا اون ارتقای مقامی رو داشته باشه، یا مثلا یک حوزه‌ای رو داره یه جا کار میکنه، میخواد که یک سمت دیگه هم در کنار این داشته باشه که بتونه درآمدش رو 2 برابر بکنه.
کلا داره میگه از فرصت‌هاش آدمیه که استفاده میکنه، میخواد استفاده کنه و اینم همش به خاطر این هستش که توی گذشته یه چیزایی رو دیده یا کلا کمبودهایی رو تجربه کرده که الان میگه من از این کمبودا، یعنی هی پر میکنه پر نمیشه، اون چاله ها پر نمیشه. مشکلاتی هستش که به روح آدم مربوط میشه، به درونش مربوط میشه و تا اونا حل نشه اون خلاها پر نمیشن. مشکلات روحی اساسی که نیاز داره که حل بشه، نیاز داره که برطرف بشه. ناامیدی داره توی روابط احساسی، به نظر میرسه دست و بالش بسته است، حتی شاید به خاطر نفرات سوم یا به خاطر گذشته، نمیدونم، هر چیزی که هست. شخصیتی رو داره نشون میده که میگم پنهان کاری زیاد داره دور و برش، خیلی خیلی زیادم هستش. یا خودش گرفتاری رو داره نشون میده، یه دزدی داره اتفاق میفته دور و برش، یا اتفاق افتاده یا یک خیانتی اتفاق افتاده که یه مالی پولی ازش رفته و فکرش درگیره، باعث شده که دنبال این قضیه رو بخواد بگیره و یکی سرش کلاه گذاشته، شریکی بوده، دوستی بوده، دزدی اتفاق افتاده، هر چیزی که هست. خلاصه یه گرفتاری اساسی رو براش به وجود آورده یا داره به وجود میاره به زودی این مسئله، که اگه مثلا داره سرمایه گذاری میکنه، اگه کاری میکنه، داره اینجا این مسئله رو نشون میده که میتونه واسش وجود داشته باشه. خیلی بدبینه، خیلی همش هم یه کاری رو میکنه پشیمون میشه ولی خب دست خودش نیست. همه اینا منتها خیلی آدم تیزیه، خیلی تیزه، خیلی خیلی زیاد حواسش هست به همه چی. یه شخصیت این چنینیه. میخواد پشت سر بذاره ولی خب مسئولیتاش خیلیه، سختیاش خیلیه، همیشه هم به دنبال بزرگاست، گنده هاست. حالا تو هر چیزی یه چیز بزرگ به دست بیاری، یه تغییر بزرگ بزن. اینم سنگ بزرگم علامت نزدن، یه همچی حالتی هستش. و میگم حتی مثلا ماشینم که داره نشون میده عاشق ماشینه، هی تغییر بده، هی بهتر بکنه. ماشینای گنده دوست داره، یه شخصیت اینطوریه. ولی پسندازگرم هست، آدمیه که پسنداز میکنه. دوست داره آزاد باشه، دوست داره رها باشه، دوست داره بچگی کنه ولی نمیتونه اون چیزی که دلش میخواد باشه، چون همه چی واسش تحمیل شده است دیگه. اون درختی که کاملا محکم شده دیگه نمیشه خمش کرد، صافش کرد، نمیدونم شکل بهش داد. اگه قراره تغییری باشه باید اساسی از عمق این تغییر بکنه که اینم دوست داره ولی دنبال اون عمقه نمیره، رویه رو داره درست میکنه. کاملا متفاوت از اون چیزی که دارید میبینید، زندگیش، ظاهر، همه اینها. و ولی سخت کوشه، اینم بگم، تلاش میکنه برای اینکه بتونه به یه جای بهتر برسه. خسته است خیلی زیاد، خیلی گاهی اوقات داره میگه که دیگه از این که مثلا این کارو اون کارو این مسئله رو با هم دیگه داره انجام میده، یه سری جاها از دستش در میره دیگه، که هم به خانواده، هم نمیدونم به فلان، هم به فلان، هم به فلان، یه جایی از دستش در میره، دور میشه از اون هدف اصلیش. و این خستگی هم یه جوری داره نشون میده که میگه دیگه ولش کن دیگه، اصلا نمیخوام به آخرش فکر بکنم دیگه. بعضی هم دیدی مثلا میگن ولش کن، ما هم دیگه شانس نیاوردیم، زندگی ما هم همینه دیگه مجبوریم همینو تحمل بکنیم. منم شانسم این بود که اینجوری پیش بره. یه همچین شخصیتی هستش. میگه خب دیگه
چیکار کنم؟ کاریش نمیشه کرد. یه وابستگی عمیق رو هم برایش داره به یک خانوم نشون میده، مثل یک مادر مثلا، یه عشق واقعی، یک دوست داشتن، یک وابستگی خیلی خیلی شدیدی میتونه باشه که یه حس سنگینی هم از سمت اون داره. یعنی یه سری چیزها مربوط به این شخص میشه که مجبوره که به دوش بکشه. گذشته مادر، زحمت هایی که مادر کشیده، افکار مادر که منتقل شده، دوگانگی هایی که تجربه کرده، هر چیزی که هست، این وابستگی انگار اینو با خودش برده. حتی میشه گفت مادریه که از بچگی، زمانی که این تو شکمش بوده، تو رحمش بوده، این دوگانگی رو بهش منتقل کرده، اون چیزها رو بهش منتقل کرده و انگار نافش رو با اون قضیه بستن. که یه آدمی باشه که دوگانه، آدم دو شخصیتی، آدم مودی، یا یه آدمی که دو قطبی هستش، دو تا شخصیت متفاوت میتونه داشته باشه. این شخص خیلی آدم زیاده خواه و خودخواهیه، خیلی خیلی. منتها هیچ کدوم از اینا رو اصلا نشون نمیده، هیچ کدوم. چقدر منفی بافه، چقدر با خودش هی از درون با خودش انرژی منفی منتقل میکنه، ولی به ظاهر میگی مثلا فلان چیز، میگه خدا رو شکر خیلی هم عالیه، در صورتی که اصلا درونش این نیست. درونش 1000 تا آدمی که سر نخو گم کردن دارن دنبال راه حل میگردنه. درون اینه، بیرون یه شخصیت دیگه. مشکلاتی هم درون خانواده وجود داره، تو محیط کارش میتونه وجود داشته باشه، به گذشتهش، و البته مسائلی که میگم یا دزدیه یا خیانتی هستش که داره از شخصی این خیانت رو میبینه، دزدی هایی که داره دور برش اتفاق میفته که سختی رو داره براش میاره و بار مسئولیتیش رو داره زیادتر میکنه، بدوهاش رو داره زیادتر میکنه. و حتی احتمال داره که یک بحث شراکتی یا یک کار این چنینی که توی تصمیم گیریش فعلا مونده، با یه خانوم هم هستش، میتونه از اعضای خانواده هم باشه یا از نزدیکانش باشه یا تو محیط کارش توی یک چارچوب با این خانوم در ارتباط باشه که یا داره تصمیم میگیره در مورد شراکت با این همکاری با این شخص، یا اگر ورود پیدا کرده خیلی ببخشید داره میگه غلط کردم، این چه کاری بود کردم، یعنی به یه همچین وضعیتی افتاده، ولی مجبوره که تلاش بکنه که بتونه اون ضرره رو جبران بکنه، اون گلیمه رو عذاب بکشه بیرون فعلا، و تا جایی که امکان داره اینو تلاش میکنه، بعدن بخواد این چیزو لغو بکنه، این شراکت رو لغو بکنه، ولی الان فعلا نمیتونه. ولی خب مودش اینه دیگه، مودش شخصیتی که تو غار تنهایی خودش، پر از ترس‌های درونی خودش، پر از آسیب‌های روحی و فکری، افسردگی‌ها و ترس‌های عمیق رو داره نشون میده. شخصیتی که شبا بیداره، کابوس میبینه، سردردهای عمیق داره، نسبت به شما دلتنگی میتونه داشته باشه، اضطراب زیاد داشته باشه. همه اینا هست. حتی شخصیتی که شاید دارو داره مصرف میکنه به خاطر افسردگی، یه گرفتاری این چنینی هم میتونه داشته باشه. اینم از انرژی خوانی امروز و همه چیز درباره شخص مورد نظرم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره، براتون جذاب بوده باشه و اون سرنخایی که باید رو ازش گرفته باشید. ممنون میشم که نظرتون رو برام بنویسید، با لایکاتون، کامنتاتون هم به من انرژی بدید و امیدوارم که آدمای درست، شخصیت‌های درست سر راهتون قرار بگیرن، عشقای خوب رو تجربه بکنید و زندگی بر وفق مرادتون باشه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.